1 2 3 بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. باز هم در خدمت شما هستیم با یک برنامه جدید دیگه. این برنامه مقدار برنامه ویژه‌ای هست از این باب که همونطور که کنار من آقا در لپتاپ توضیح میده، آقای حسن روحانی برنده انتخابات شده و بعد از سالها بالاخره ما یک انتخابات شرکت کردیم و این رأیی که دادیم برد که خودش جای خوشحالی داره. اما گفتم خوشحالی الان خوشحالی چیه؟ یکی از مشکلات جوانان امروز اینه که نمیدونن چجوری خوشحال کنم. خود من به شخصه آخرین باری که خوشحالی کردم یادم نمیاد. برای همین یک مقدار چالش شده که چگونه خوشحالی کنیم. حالا با هم همه با هم چگونه خوشحالی کنیم و مراسم کنیم. مثلا من یادم میاد آخرین باری که خوشحالی کردم رفتم توی عکسام دیدم و تحت خوشحالی اینجوری بود که من یه دستم تو اون عکس جلو بود، دست عقب بود و یکم اینجوری دارم. کامنت اومد تو فیسبوک یه لحظه اگه ممکنه اونم بالاخره به خوشحالی معلوم شما این خانمه دارد چی میگه که من الان دارم کامنت ها بررسی کنم. خب نه ترک شدیم که یه چیزی رو تحت کنترل برگردیم به خوشحالی. چجوری بود؟ کجا بود؟ میگه کامنت دیگه خوشحالی پای راستتون رو جلو، پای چپ عقب، دست راستتون جلو. حالا میتونید اینجوری هر جوری که راحت ترید، چون تو خوشحالی باید قاعدتا راحت ترید میذارید. الان خوشحالی ما در جامعه شناسی سیاسی میگیم آنی علمیست که مطابق با واقعیت ها باشه. خب الان خوشحالی یه بار دیگه خوشحالی کنه چون بیا کسایی که از بیرون چه همونایی که همرشته بنده هستن یوری آیسیده برای اون دوستان که ندیدن یا خیلی وقت هست خوشحال نکرد. شما بفرمایید برای خوشحالی یه بار یه بعد خوشحالی میکنم یه دونه چایی جدید شما به خوبی اشاره کردید به الان خوشحالی خوب واقع بینانه خوشحالی امیدوارم که لذت برده باشید. تموم شد؟ همین؟ آره دیگه. آها. این رو با استانداردهای انتخابات ها فکر تو میگی دستتون ببر بالا. نه اون قبل در دموکراسی‌های لیبرال و همینطور با دموکراسی‌ها یا شبه دموکراسی‌هایی که در منطقه‌مون هست. خوشحالی ببینید در